طواقع وقت دارن امروز منداخم هستیم دیگه متاسفانه شاید مهمانا تقریبا تصویر نگیرد تا خاطر که دیگه خودتان بکنید باز هم کوشش میکنیم که اکلاک دلچسب و دلی به شما پیش بریم و جور کنیم تا خسته نشویم و لذت ببریم مطمئن هستم که از ما سما جان خسته نمیشیم. چطور سما جان؟ انشالله شما دوستای عزیز خلال تاخیر نکنید. روان قدگی است مثل کشور پاکستان بازم در پاکستان میلیون‌ها نفر ماش کوچه یک نوع شما در یک پس بگیم که یک جای با هم با حفظ تمامی ارزش‌ها و احترام‌ها خب هموطن گلنازین محفل دیگه آخر است. فقط دیگه دوستا شدن نان میخورن. این دفعه بگی کامرامین عزیز دوستان نان میخورن. ما هم از فرصت استفاده کردیم آمدیم که امروز دختر فیلم مقبول و زیبای ما گپ بزنم. سلام فاطمه جان. سلام غزل جان، چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکر خوب حال دارم دیگه. میبینی حال من تو میبینی. از سلام، خدا کنه که خوب باشین. خوش آمدین دوباره به یک از برنامه غزل جان. خدا کنه که از دیدن برنامه لذت ببرید. بله دیگه دوستای عزیز ببینید که لیلا در کجاست. اونجا است یک بدرنگ اون بالا هستم. چند فیصد راضی بودی از برنامه امشب؟ خب عزیز دلم میله داشت دلار مردم زیاد شهیدی مقبولی مرا میتن چون که نام خدا تو مقبول هستم. تعریف نمیکنم اما چیزی که هستم میگم. اما از دل مثل شما خودتان میفهمین از پشتر من ناراضی هستم چون که از مصنوعی جور شده و خوبش نیست. یعنی چیزی که من میخواستم باید باشه نیست. عزیز هیچ معلوم نمیشه کی است. خیره این خوب پوستر است و در سریال که مثلا نشر شد تمام قسمتایش دیدی چی جالب بود برات؟ دوستا عزیز میفهمنی که برش پرسم چی جالب بود؟ اینجا خواهر گل میگه که چرا تو آرایش تو کرده بودیم. از دل کامرا کالتیش همگی میگه که در اسکرین بزرگ بوده از او خاطر یک رقم آمده. اما میگه در موبایل یا در تلویزیون ببینیم بخی اچ دی بسیار خوبش میایه. خب راستش مقبول هستم اما در کامرا خوبش نامده. همچنان همین مشکل ما هم دارم. خیره تو مقبول هستی بدون شک. لیلا جان واقعا مقبول است دیگه. چشم دان بینیش هیچ عیبی نداره. خیره دیگه اونجا مگه بدرنگ میبینن دیگه گپی نیست. خیره اگر بدرنگ میبینن گناه لیلا جان، گناه فاطمه میری نیست، گناه لیلاست، گناه کامرا است، گناه من نیست. دقیقاً تشکر بسیار زیاد. خوب دمق طول روزایی که مقدر وقت مرا ندیدی تو شده بودی پشتم یک قد شده بود و به خواهرم عروس قصایت میکردم. چی میگفتی؟ میگفتم غزلوی میگه خوب دختره کرد. گفتم ور نصیحت میکنه. گفتم واقعا زیاد دوستش دارم. من نصیحتت کردیم؟ بله عزیز دلم. خب غزل جان کدام شمال کرد؟ چی گفتی؟ کدام شمالی کرد؟ که قبل نصیحت کرد کدام شمال کرد؟ خب غزل جان در تیم جدید است. یگان حرفایی هستن که گفتن نمیشه اما در پشت صحنه در تیم باش عزیز دلم. امبقه بر من نصیحت کرد. گفت زیاد مهربان نباش چون این دنیا قلب تا میشکنانه. بعد از اون من گفتم که هیچ شخص دنیا لیاقت فاطمه میری نداره. نه گفتنمون غزل جان امی گپ غزل جان بر خود ما گفته چند دفعه که قدر مهربان نباش. مهربان بودن دل شکستن‌تر است. بله دوستان اسم که اولین نصیحت ما یا هر کسی باشه هیچ وقت خوشباور نباشین، هیچ وقت مهربان و قدر نباشین. مهربان باشین تا حد. بعضی کسا خب من نمیگم من مهربان هستم، شاید یک چیزی از تجربه هایم باشه که من دیگران را میگم به خاطر که لیلا جان دختر بسیار مهربان و قلب پاک داره. از این خاطر چندین بار دیدم که بسیار خفه و جگرخون شد. گفتم که ارزشش نداره، باید خودت چنج کنی یکمکی باید در خود تغییرات بیاری. انشالله کوشش میکنم اما ظالم یا مغرور شخص نمیشم چون نمیپسندم. چون یکی از نصیحت تای فامیل من بوده. نصیحت مادر جانم گفته که هر غریبه میبینی برای دعا کن و نصیحت پدرم که کم به مام دعا کو که پیسه داشتم دلار از آسمان بباره. انشالله حتما بر دعا میکنم. واسه پیش نمیگیری؟ نه خدا نکنه نمیگیرم چرا که میداشته باشم چون من مطلبی نیستم از این خاطر. ببین دوستا اسکر قدر ما درباره یک چیز میگم بازم مثلا یک راه باش پیدا میکنن. تشکر. زنده باشی لیلا جان، سلامت باشی ان ان که دیگه هم بدرخ شی. تشکر از خودت میکنم. واقعا خوش آمدی به تیم روی ما. خوشحال هستم از اینکه در سریال لیلا مریم جان هم شیرین بودی. واقعا یک
بسیار خواهر مقبول و مهربان داشتیم. خوشبخت هستم. تشکر زنده باشین. خب دوستای گلم کتما باشین همراه ما باشین جای نروین. خب غزل جان کدام شمالی کردی؟ چی گفتی؟ کدام شمالی کرد؟ که خبر نصیحت کرد کدام شمالی کرد؟ خب غزل جان در تیم جدید است. یگان حرفایی هستن که گفتن نمیشه اما در پشت صحنه در تیم باش عزیز دلم. امبقه بر من نصیحت کرد، گفت زیاد مهربان نباش چون این دنیا قلب تا میشکنانه. بعد از اون من گفتم که هیچ شخص دنیا لیاقت فاطمه میری نداره. نگفتنمون غزال جان امی گپ غزال جان بر خود ما گفته چند دفعه که قدر مهربان نباش، مهربان بودن دل شکستنده است. برای دوستای اسما که اولین نصیحت ما یا هر کسی باشه، هیچ وقت خوشباور نباشین، هیچ وقت مهربان و قدر نباشین. مهربان باشین تا حد. بعضی کسا خب من نمیگم من مهربان هستم، شاید یک چیزی از تجربه هایم باشه که من دیگران را میگم، به خاطر که لیلا جان دختر بسیار مهربان و قلب پاک داره. از این خاطر چندین بار دیدم که بسیار خفه و جگرخون شد. گفتم که ارزشش نداره، باید خودت چنج کنی، یکمکی باید در خود تغییرات بیاری. انشالله کوشش میکنم اما ظالم یا مغرور شخص نمیشم چون نمیپسندم. چون یکی از نصیحت تای فامیل من می بوده، نصیحت مادر جانم گفته که هر غریبه میبینی برای دعا کن و نصیحت که کم به من دعا کن که پیسه داشتم دلار از من بباره. انشالله حتما بر دعا میکنم. واسه پیش نمیگیری؟ نه خدا نکنه نمیگیرم، چرا که میداشته باشم چون من مطلبی نیستم از این خاطر. ببین دوستای اسکر قدر ما درباره یک چیز میگم بازم مثلا یک راه باش پیدا میکنه. تشکر، زنده باشی لیلا جان، سلامت باشی، ان شاءالله که دیگه هم بدرخشی. تشکر از خودت میکنم، واقعا خوش آمدی به تیم روی ما. خوشحال هستم از اینکه در سریال لیلا مریم جان هم شیرین بودی. واقعا یک بسیار خواهر مقبول و مهربان داشتیم. خوشبخت هستم. تشکر، زنده باشین. خب دوستای گلم کتما باشین همراه ما باشین جای نروین. خب غزل جان کدام شمالی کردی؟ چی گفتی؟ کدام شمالی کرد؟ که خبر نصیحت کرد کدام شمالی کرد؟ خب غزل جان در تیم جدید است. یگان حرفایی هستن که گفتن نمیشه اما در پشت صحنه در تیم باش عزیز دلم. امبقه بر من نصیحت کرد، گفت زیاد مهربان نباش چون این دنیا قلب تا میشکنانه. بعد از اون من گفتم که هیچ شخص دنیا لیاقت فاطمه میری نداره. نگفتنمون غزال جان امی گپ غزال جان بر خود ما گفته چند دفعه که قدر مهربان نباش، مهربان بودن دل شکستنده است. برای دوستای اسما که اولین نصیحت ما یا هر کسی باشه، هیچ وقت خوشباور نباشین، هیچ وقت مهربان و قدر نباشین. مهربان باشین تا حد. بعضی کسا خب من نمیگم من مهربان هستم، شاید یک چیزی از تجربه هایم باشه که من دیگران را میگم، به خاطر که لیلا جان دختر بسیار مهربان و قلب پاک داره. از این خاطر چندین بار دیدم که بسیار خفه و جگرخون شد. گفتم که ارزشش نداره، باید خودت چنج کنی، یکمکی باید در خود تغییرات بیاری. انشالله کوشش میکنم اما ظالم یا مغرور شخص نمیشم چون نمیپسندم. چون یکی از نصیحت تای فامیل من می بوده، نصیحت مادر جانم گفته که هر غریبه میبینی برای دعا کن و نصیحت که کم به من دعا کن که پیسه داشتم دلار از من بباره. انشالله حتما بر دعا میکنم. واسه پیش نمیگیری؟ نه خدا نکنه نمیگیرم، چرا که میداشته باشم چون من مطلبی نیستم از این خاطر. ببین دوستای اسکر قدر ما درباره یک چیز میگم بازم مثلا یک راه باش پیدا میکنه. تشکر، زنده باشی لیلا جان، سلامت باشی، ان شاءالله که دیگه هم بدرخشی. تشکر از خودت میکنم، واقعا خوش آمدی به تیم روی ما. خوشحال هستم از اینکه در سریال لیلا مریم جان هم شیرین بودی. واقعا یک بسیار خواهر مقبول و مهربان داشتیم. خوشبخت هستم. تشکر، زنده باشین. خب دوستای گلم کتما باشین همراه ما باشین جای نروین. خب غزل جان کدام شمالی کردی؟ چی گفتی؟ کدام شمالی کرد؟ که خبر نصیحت کرد کدام شمالی کرد؟ خب غزل جان در تیم جدید است. یگان حرفایی هستن که گفتن نمیشه اما در پشت صحنه در تیم باش عزیز دلم. امبقه بر من نصیحت کرد، گفت زیاد مهربان نباش چون این دنیا قلب تا میشکنانه. بعد از اون من گفتم که هیچ شخص دنیا لیاقت فاطمه میری نداره.
نگفتنمون غزال جان امی گپ غزال جان بر خود ما گفته چند دفعه که قدر مهربان نباش، مهربان بودن دل شکستنده است. برای دوستای اسما که اولین نصیحت ما یا هر کسی باشه، هیچ وقت خوشباور نباشین، هیچ وقت مهربان قدر نباشین. مهربان باشین تا حد. بعضی کسا خب من نمیگم من مهربان هستم، شاید یک چیزی از تجربه هایم باشه که من دیگر را میگم، به خاطر که لیلا جان دختر بسیار مهربان و قلب پاک داره. از این خاطر چندین بار دیدم که بسیار خفه و جگرخون شد. گفتم که ارزشش نداره، باید خودت چنج کنی یکمکی باید در خود تغییرات بیاری. انشالله کوشش میکنم، اما ظالم یا مغرور شخص نمیشم چون نمیپسندم. چون یکی از نصیحت تای فامیل ممی بوده، نصیحت مادر جانم گفته که هر غریب میبینی برای دعا کن و نصیحت پدرم که کم به مام دعا کو که پیسه داشت دلار از آسمان بباره. انشالله حتما بر دعا میکنم. واسه پیش منیم نمیگیری؟ نه خدا نکنه نمیگیرم، چرا که میداشته باشم، چون من مطلبی نیستم از این خاطر. ببین دوستا اسکر قدر ما درباره یک چیز میگم بازم مثلا یک راه باش پیدا میکنه. تشکر، زنده باشین لیلا جان، سلامت باشین، ان شاءالله که دیگه هم بدرخ شی. تشکر از خودت میکنم، واقعا خوش آمدی به تیم روی ما. خوشحال هستم از اینکه در سریال لیلا مریم جان هم شیرین بودی. واقعا یک بسیار خواهر مقبول مهربان داشتیم. خوشبخت هستم. تشکر، زنده باشین. خب دوستای گلم کتما باشین، همراه ما باشین، جای نروین. خب غزال جان کدام شمالی کرد؟ چی گفتی؟ کدام شمالی کرد؟ که خبر نصیحت کرد کدام شمالی کرد؟ خب غزال جان در تیم ما جدید است، یگان حرفایی هستن که گفتن نمیشه، اما در پشت صحنه در تیم باش عزیز دلم. عمیقا بر من نصیحت کرد، گفت زیاد مهربان نباش چون این دنیا قلب میشکنانه. بعد از اون من گفتم که هیچ شخص دنیا لیاقت فاطمه میری نداره. نگفتنمون غزال جان امی گپ غزال جان بر خود ما گفته چند دفعه که قدر مهربان نباش، مهربان بودن دل شکستنده است. برای دوستای اسما که اولین نصیحت ما یا هر کسی باشه، هیچ وقت خوشباور نباشین، هیچ وقت مهربان قدر نباشین. مهربان باشین تا حد. بعضی کسا خب من نمیگم من مهربان هستم، شاید یک چیزی از تجربه هایم باشه که من دیگر را میگم، به خاطر که لیلا جان دختر بسیار مهربان و قلب پاک داره. از این خاطر چندین بار دیدم که بسیار خفه و جگرخون شد. گفتم که ارزشش نداره، باید خودت چنج کنی یکمکی باید در خود تغییرات بیاری. انشالله کوشش میکنم، اما ظالم یا مغرور شخص نمیشم چون نمیپسندم. چون یکی از نصیحت تای فامیل ممی بوده، نصیحت مادر جانم گفته که هر غریب میبینی برای دعا کن و نصیحت پدرم که کم به مام دعا کو که پیسه داشت دلار از آسمان بباره. انشالله حتما بر دعا میکنم. واسه پیش منیم نمیگیری؟ نه خدا نکنه نمیگیرم، چرا که میداشته باشم، چون من مطلبی نیستم از این خاطر. ببین دوستا اسکر قدر ما درباره یک چیز میگم بازم مثلا یک راه باش پیدا میکنه. تشکر، زنده باشین لیلا جان، سلامت باشین، ان شاءالله که دیگه هم بدرخ شی. تشکر از خودت میکنم، واقعا خوش آمدی به تیم روی ما. خوشحال هستم از اینکه در سریال لیلا مریم جان هم شیرین بودی. واقعا یک بسیار خواهر مقبول مهربان داشتیم. خوشبخت هستم. تشکر، زنده باشین. خب دوستای گلم کتما باشین، همراه ما باشین، جای نروین. خب هموطن گل نازنین، الیاس جان هم در کنار ما است که در سریال لیلا به نام حمید و در سریال یازنه میشه که واقعا یازنه، اما تو چی میگه؟ خوشتیب و مقبول. سلام الیاس جان، خوب هستی؟ سلام غزال جان، خوب هستین شما؟ صحتتون خوبه؟ تشکر، زنده باشین. امشب چرا سیاه پوشیدی؟ میگه سیاه به خاطر غم که داشته باشم میپوشی. امروز شب خوشی بود، چرا سیاه پوشیدی؟ به خاطر اکثریت دوستایم گفتین رنگ سیاه برات خوب میگه، شاید دلیلش همون باشه و همیشه رنگ سیاه پوشیدیم، اول دیگه رنگ که میپوشم یک رقم معلوم میشم. رنگ سیاه خیلی رنگ سیاه خوب است که در رنگ ماشاءالله نمودتان میده. خوب الیاس جانی را بگو که از سریال لیلا چند فیصد راضی هستی تا فعلا؟ از سریال لیلا خو قسمی که امروز افتتاحیه سریال لیلا بود و قسمت اول نشر شد، ما و شما دیدیم دیگه. نقش خودتون بسیار خوب بازی کرده بودی، من حالا دیدم و راضی خو 100% راضی هستم. ما اولین کارم است، اولین کار هنریم است دیگه. خدا کنه که مورد علاقه بینندگان ما
قرار بگیره. دقیقا واقعا الیاس جان کار اولش بود مثل ما واقعا درخشیده بودین. ما یعنی امیدی نداشتم از شما به خاطر که بسیار چپ آرام معلوم میکردین. پیشتر خودتون در برنامه هم یادآوری کردین که نوری صاحب گفته بود که ما امید دارم که قسم یک نقش بازی میکنه، مگم در حقیقت الیاس جان همون یک کاری را کرد که بسیار بچی آرام و چپ معلوم میکرد. من فکر میکنم که بسیار این دیگه هیچ دیگه گپ زده تا نمیتونه شاید در سریال، مگم او یک نزاکتش بود، امو یک خوی عادتش بود، در اصل واقعا استعدادش قابل قدر است. تشکر غزال جان. از خودتون میفهمی وقتی که کسی هنرپیشه شد در سینما آمد، کار اول خودتون بود. روزی که خوش باشی یا ناراحت باشی، اما صحنه که برات میاد تو باید امو قسمی که هست در اسکریپت امو رو اجرا کنی و دیگه چیزی که دایرکتر برای ما بگه کارگردان، ما و شما باید امو رو امو قسم انجام بدیم. دیگه ای که در زندگی واقعی من چه قسم هستم، در سریال چه قسم هستم، خب متفاوت میباشه. بله زندگی واقعیش جان دمی دنیای یوتیوب بودین یا کازینو کار میکردن، چطور که یک دفعه به شما پیشنهاد شد؟ سوال بسیار زیاد خوب است آیلین جان. من وقتی که از ترکیه آمدم اینجا، هاشمی صاحب میشناسم، سید قاسم هاشمی، اونا پیش از رمضان بود برای من پیام دادن که میخواهید داخل سینما شوی و کار کنی، چون من در یوتیوب سوشال میدیا اینا نبودم که بلاگر داشتم شخصی، اما یک قسم نه که پابلیک باشه. دنیای رسانه شد. نه بلاگر، این یوتیوبر نبودم. بعد از او باز من گفتم درست است اگر کدام نقش خوب باشه. بعد از این دمه قسم باز سید قاسم هاشمی واسطه شدن که من این نقش به دست آوردم و استاد احمد عارف نوری این نقش برای من داد، نقش مرکزی را. در اول نمیفهمیدم قبول کنم نکنم، چون یک بسیار چند روز دربارش فکر کردین یا چند ساعت دربارش فکر کردین؟ ولی داستانش بسیار جالب است که من در روز عید هاشمی صاحب خانه ما اومد و برای من گفت که خودت نوری صاحب خودت در نقش مرکزی انتخاب کرده و من اونجا نفهمیدم برای چی جواب بدم. دیگه یک کاری بود، کار قسمت از دیگه نمیفهمم، یک کاری شد که خودم زود اجازه دادن، یعنی ما فکر کردم مثل خودت. فامیل ما همیشه در هر کاری که ما کردیم تشویق کردیم، هیچ وقت نگفتیم این کارو نکو و حتی ما داور میخواستم میگفتم نه من نمیکنم کار، اما همین فامیلم بود نه کار کو خوب است، حداقل یک تجربه برات میشه. بسیار خوب. مگر همو توانایی در بدن خود دیدین دیگه که یک انتخابش کردین؟ دیگه انسان خواستن توانستن است، وقتی که یک تصمیم گرفتی باز میشه که انجام میشه. با امید موفقیت بیشتر، چون از خودم در فیلم اول دفعه بود، از خودم هم بود دیگه. با امید موفقیت بیشتر خودم دیگه، البته از غزال جانم. تشکر، زنده باشی. باش دوستای عزیز، یک سوال در ذهن ما آمد که الیاس جان واقعا که در سریال سر لیلا غیرت کرد، تمام خانواده فامیل ترک کرد، مگم از لیلا نگذشت. آیا الیاس در حقیقت عاشق شده، عاشق بوده یا خیر؟ بعضی اوقات اگر سوال مشکله، عاشق هیچ وقت نشدیم و نمیفهمم که عشق عاشقی یعنی چی. بعضی اوقات همی سوال خودت میکنی نمیفهم برای جواب چی بودم و در بعضی فیلم ها میبینم، چون من فکر میکنم که امی عشق عاشقی در افسانه هاست، در کتاب هاست، در فیلم هاست، در زندگی واقعی وجود نداره تو یک چیزی. آهنگ احمد ظاهری یادم آمد، میگه عاشق شده ای دل غمهایت مبارک، یعنی تانوز یا آهنگ گوش نکردی یا عاشق نشدی دیگه؟ گوش کردیم، خواندنای احمد ظاهر خواندنای دلخواهیم است، من گوش میکنم. حال جواب این سوال خودت بده، به خاطر که سوال کردی و اینقدر معلومات هم داری، پس خودت جواب بده. خب انسان باید همیشه عاشق باشه، بدونش عاشقی زندگی پیش نمیره. در زندگی عاشق شو که زندگی را بفهمی. مثلا عاشقی یک چیزی است که میتونه انسان بسیار به قله‌های بالا ببره. اگه عاشق نباشی هیچ وقت تو پیشرفت نمیکنی. مثلا عاشق پدر مادر، عاشق مسلکت، عاشق کارت، که من به خاطر مسلک، به خاطر کار، به خاطر که عشق داشتم عاشق بودم، پشاور را ترک کردم آمدم به اسلام آباد، خانه را ترک کردم، مادر را ترک کردم آمدم به اسلام آباد. امی است عشق. عشق به کارهای بسیار خوب است و گپ خود دقیق است. وقتی که
به کار خود آدم عشق داشته باشه حتما کوشش میکنه او را به طریقه بهترش انجام بده. خب تشکر، سلامت باشین، انشالله باز هم با امید دیدار. تشکر از شما، خوش شدم. خب هموطنان گلنازی اینجا دیگه دوستا همگیش عکس میگیره، ویدیو میگیره. ببینین دیگه که چه جای خوب، جای خوشی است. همگی دیگه چی میگم مصروف عکس گرفتن است. و اینجا صدف جان بیشتر صدایم کرد، فکر کنم کارم داشتین. باش یک کمی گپ هم بزنم. سلام صدف جان. سلام قزل جان، خوبی؟ چطور هستی عزیزم؟ خوبی؟ پیش پوستر ما استاد شدم دیدم برای بیادر عکس میگیرم. مزاحمت میکردم بر شما. درباره سریال لیلا که به دوستان معلومات بدی، چی نظر داری؟ از نظر خودت چطور بود سریال لیلا تا این دم، تا این شبی که مثلا منتظرش بودیم دیدیم، چطور بود؟ حالا خوب بود دیگه. نظر میمونیم به دوستا که دوستا چی نظر میدن. دوستا خود نظر میتن، مطمئن هستم مثبت منفی. مگم از نظر خودت چی قسم بود؟ به نظر ما بهترین سریال است تا فعلا که در پاکستان یعنی ثبت شده. امیدوار هستم که قسمت اولش تنها دوستا دیدن، قسمت های بعدیش هم ببینن، خوششان بیاد. امی که سریال لیلا نشستین جدیدین، چی به شما جالب بود؟ چون هیچ کس ندیده بود، نه خودم هم ندیده بودیم. چه ساز داشتی امون لحظه؟ والا هیچ چیزی است. چی به شما جالب تمام شد؟ واقعیت چون هیچ کدام ما ندیده بودیم، همه صحنه‌هایش جالب بود دیگه. خوب بود. من خو از مورای شکده بودم، بسیار بدرنگ معلوم. خیر او تاثیر اسکرین بوده. نمیفهم دیگه، شاید هم تو باشه. تشکر صدف جان، با امید دار. دوستای عزیز تو طرفم دیگه دوستا هم ایشان عکس میگیره دیگه. من نمیتونم که بار بار برو مزاحمت کنم. و این دختر خاله میره که میبینید صدای بسیار معقول داره و بریم ما مستقیم مزاحمت کنیم. نه مزاحمت باز اینی نمیگه مزاحمت. اینجا برام جای میدی؟ خیلی در بیا که من اینجا معلوم کنم اینی اونجا من هستم. ببینین. سلام عزیز دل. سلام علیکم قزل جان. امید که به خودت سلام، به بیننده های عزیز سلام میرسونم. امید که جور صحتمند باشه. قربان دختر خوش اخلاق، دختر مهربان. چی صدایی داری ماشاءالله. سلامت باشین. امید که صدا من به گفتی یگان تا غلطی میگم یا نمیفهم زیر استرس میباشم. آهنگ یادم میره، ولی این دفعه یک دفعه اما تو بسیار بدون تمرین آمدم سر استیج. امید که خوش شما آمده باشه. آخر من خلاصت بردم دیگران را دلشان نمیفهم. یک زمزمه کوتاه داشته باشی. چرا نه؟ حتما. از عشق، از امید، از فردا نمیترسی، میبوسمت در بین طالب ها نمیترسی، میبوسمت در بغض و دوستا یادم رفت. نیست بازم مقبول است. طالبان نمیترسی، هیچ کس از کسی نمیترسه. ترس فقط و فقط از خداوند است. تشکر عزیز. تشکر غزال جان، خوش شدم که امروز خودت هم کلام شدم. بیننده های عزیزتان همیشه چنل یوتیوبتان بیننده باشن، انشالله که بالا و بالاتر شوین. از این کلام سلامت باشه غزال جان. خب هموطنان گلنازینم تا آخر برنامه با ما باشین، ببینم که کیها را پیدا کردم میتونم. این بالاخره که هاشمی صاحب پیدا کردیم بعد از سالها در گیرم آمد. سلام، خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ پیش از اینکه دیگه گپا رو بگویم، من اجازه میخوایم که از خودت معذرت خواهی کنم، به خاطر که واقعا درگیری زیاد بود. بر خودت، بر دیگه همکارای ما، بر دیگه خواهرای ما، عزیزای ما ممکن است کمرسی شده باشه. از همگی معذرت میخوام، به ویژه که خودت گله کردی، گله‌تان سر چشم. خواهش میکنم، گپی نیست خیره. او که چرا هاشمی صاحب معذرت خواهی کرد و من چی گله کرده بودم. زیاد گپا است که ما همیشه هم تو در دلم پنهان کردیم و هیچ وقت اشکارش نکردیم، اما دیام پنهان باشه. اگر روزش آمد جای برابر شد، ما خودت دیدیم، باز در برنامه ظاهر شدیم. انشالله که دوستا هم میفهمند. خب فعلا پنهان باید باشه. باشه، من حتما در خدمت هستم. خواهش میکنم، خیر گپی یک مسئولیت داشتم و این مسئولیت رو باید طوری ادا میکنم که کل خواهرها و برادرها خوشحال بودن، اما گاهی وقت میشه دیگه باز خودت از خود ماست. خیر گپی نیست. خواهش میکنم دوستای عزیز، امی آخر برنامه هستم. اگه خسته و زله، فقط یک نظر بسیار کوتاه از لحاظی که مثلا خودشانم سریال لیلا نقش داشتن، کار کرده بودن. خودت بگو سریال لیلا به نظر شما چه قسم یک سریال بود؟ خوب بود، نبود، خراب بود، خدا نخواسته؟ هیچ کسی به اندازه ما و شما نمیتونه درک کنه که سریال لیلا چی بود.
بر ما شما سریال لیلا خاطره بود، درد بود، رنج بود، لبخند بود، خوشی بود، گریه بود، هر چیز ما شما دیدیم. درست است که در یک وقت کم تقریبا در 2 ماه 2 ماه ما شما را ثبت کردیم، اما به اندازه 10 سال با شما تجربه گرفتیم و پایین بالایی را دیدیم. از این خاطر خمام گله کردم که چقدر مشکلات دیدیم بازم دیگه. ما انشالله که من نوریس و جمع کسایی که در سریال به اصطلاح کمی نقش مدیریتی داشتیم، حتما در هر کجایی که باشه از شما، از آیلین جان و از همه عزیزایی که در سریال همراه ما کار کردن به خوبی یاد میکنیم و پاسدار اون روزایی میباشیم که شما سرتان به اصطلاح در دستتان گرفته آمدین کنار ما ایستاد شدید. اون هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم. تشکر، زنده باشین دیگه. تمام مشکلات خیر باشه. خب مگم یک جای به من بسیار سخت بود تاشمی صاحب که در ثبت سریال لیلا بودیم که از خانه زنگ آمد، مادر جانم تنها بود، یک برادرزاده خردرک ممرایش است که ما بسیار زیاد مریض هستم و تنها هم بود. ما دوستم زنگ زدیم که یک دفعه پیش مادر جانم برو. یعنی ما از مادر جانم دور بودم به خاطر که خودتان میفهمید که مادر جانم تکلیف هم داره، مریض است بسیار زیاد. یعنی ما او را تنها مانده بودم. از یعنی ای از شوق زیاد میشه که امرای کار ما مسلک ما را دوست داشتیم، تمام چیز مانده بودیم، آمدیم با سریال لیلا کار کردیم. مگم خوشبختانه که به خوبی به خوشی سپریش. این را با هیچ چیزی ما نمیتونیم جبران بکنیم. فقط همینقدر میگیم براتون که کار هنری قربانی میخواد و شما این قربانی را به وجه احسنش دادین و امیدوار هستم که نتیجهش هم شما وقتی ببینین و میبینین که سریال نشر شود، مردم ببینه، با فیدبک مردم که دیدین وقت انشالله که میفهمین که کارتون بی اثر نبوده. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. خب دوستای گلنازینم، بدبختانه متاسفانه که پیش از برنامه ثبت کرده بودم، بسیار برنامه جالب آمده بود، مگم بدبختانه که صدای نامده بود. و اینجا بازم میخوایم امرای خاله جان و فرشته جان صحبت کنم. سلام فرشته جان. سلام غزل جان، به خودت سلام، به تمام بینندایتان. امید کمشان جور و صحت و سلامت باشه. قربانتان، زنده باشین. حالا یک دفعه نگین غزال یک کار سر ما دوبار کرد. نه خواهش میکنم، هیچی مشکلات ها بعضی وقت رخ میده که ساوند نمیگیره یا میبینی که ثبت کردی یک دفعه کمره گل میباشه. تشکر. سلام خاله جان، خسته نباشی. بچه فیلم اما تو که درخشیده بود دیدین دوستای عزیز، چطور هستی؟ سلام برسه به دوستایتان بازم دوباره دیگه. من میالا میخواستم بگم که دوستا یگان دفعه میگن که شما کارتان آسان است، اما نه، کار مشکل است. یک مشکل تکنیکی پیش شده بود، مایک آف بود، متاسفانه غزال جان متوجه نشده بود، پس دوباره به زحمت شدم. من خیر شما رو به زحمت ساختم، باور کنید که من بخین گریان گرفتم. سگ من چقدر برنامه جالب ثبت کردم، هم گپای ما بسیار خوبش آمده بود، مگه هر قدر باز کوشش کنیم اون قسم برنامه جور نمیتونیم کردم به بار اول. خب چند فیصد از سریال لیلا راضی بودی؟ والا راضی بودن ما را خب هر کس که بگه کی می دوغ متش است، هر کس که باشه میگه که بسیار خوب سریال، اما ما سر پیامش بسیار زیاد خوش هستم که یک پیام بسیار خوب دارم. من در سر استیج امید یادآور شدم که دوستا تا آخرین قسمت به قسمت ببینن تا از زندگی نوینه که فعلا بعض مشکلات ها هست، خصوصا در عرصه یا راستی از این اجازه زیاد نمیتونم خدا که بگویم به خاطر از اینکه باز افشا سازی میشه، اما خبرشان میگم که سریال لیلا را حتما ببینن، حتما بیننده میباشن. و فرشته جان خودت بی‌طرف هستی، در سریال نبودی، به نظر خودتان بازیگر دلخواهتان در این سریال کی بود و نقشی که خوشتان آمد؟ والا تا جایی که دیدین که یک نفر انتخاب کنم، همگیتان نام خدا موفق بودین، همگیتان دیگه چی میگن مثل ستاره درخشیده بودین. زنده باشی همچنان. و یک گپ نگفتن امانه که مدت بسیار کم میشه که امرای فرشته جان سلام و کلام ما شده. خب مگه بسیار دوستش دارم به خاطر که یک زن بسیار مهربان است. نمیفهم خدای این بعضی کسا که هر قدر خوب باشن در رنگ آدم نمیشینه، مگم بعضی کسا خدایی نمی دل در قلب آدم میشینه. نه قربانت غزال جان، قند خودت تمام خوبی‌ها در وجود خودت است. سلامت باشید. تشکر. انشالله میگه دو زنده صحبت باقی ما شما باز هم خواد دیدیم، برنامه خواد داشتیم. تشکر. کدام پیامی داری به هموطنان؟ چینل شما را دوستا سابسکرایب بکنه، همیشه موفق سربلند باشین. نمی پیام است. قربانت خاله جان، تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین، زنده باشین. شما را تشکر. خب هموطنان گلنازینم، ما میخوایم که نوری صاحب هم پیدا کنم.